رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند. هموطنان عزیز، خانمان و جنابان، بعد دیرها از دورها به شما مژده میفرستم. ما در یوتیوب زمین گرفتیم و عمارتی نوی ساختیم و در پیشتاقش نوشتیم راستی راستی. آنچنانه که وقتی هموطنان ما خانه می سازند حتما در تنی وسع یا در تنی بالار یک آرزو، یک تمنا، یک امید خود را ثبت می کنند. راستی راستی، همین دو واژه آیین‌نامه، منیفست، کودکس اخلاقی تیم ایجادی ما خواهد بود. آرزومندم که این آینه گیتی نما آینه راستنمای همه مای شما میگردد. حالا شما را به منزل نو به بوریاکوبان دعوت می نماییم. بهترین هدیه برای ما موضوع پیشنهاد و یا گزارش است. مرحبا به مهمانی در آستانه منزل، در آستان سال نو همه شمایان را مبارکباد میگویم. بگذار سال 2022 که سه رقمی دو دارد، در همه سنجش امتحانهای زندگی شما تنها بهای 5 گیرید. تنها بهای 5. خدا به همراه و تا دیدار.